بینندگان عزیز سلام. دانستن تاریخ، فرهنگ، تمدن یکی از عنصرهای می باشند که باید هر یکی ما آنها را خوب دانیم و برای جوانان و نسل آینده آن را به میراث گذاریم. البته این تاریخ را تنها کتاب‌های پیشنهاد کرده می توانند که بزرگ هستند و از مرحله های تاریخی به ما یادگار آمدند که شاهنامه به محابا یکی از بزرگترین از این کتاب ها است. و امروز می خواهیم با استاد محترم حاتم شاعر خلقی تاجیکستان دایر به پایتخت های ایران باستان صحبت کرده باشیم. استاد شما را با برنامه خیر مقدم می گویم. تشکر. خوب، در صحبت پیشین ما پیرامون منطقه عمومی ایران و توران صحبت کردیم و امروز بیایید برای بیننده پیرامون همان پایتخت های و شهرهای بزرگی که در ایران باستان بودن معلومات داده باشیم. یعنی در ایران چند پایتخت وجود داشت و این پایتخت ها وابسته به مرحله های تاریخی به کیا تعلق داشتند؟ با شرافت استقلال دولتی تاجیکستان و خاصه با شرافت جسارت ملی و سیاسی پیشوای معظم ملت ما توانستیم نام فراموش شده آریایی را دوباره به خود کسب کنیم. بله. و امروز جای افتخار هم هست که ما از نسب آریایی و از نژاد آریایی هستیم. و معنای آریایی چیست؟ در فرهنگ ها و لغت ها و معنای آزاده، بله. آزادمنیش، پاک، نجیب، شریف و یک چند معناهای دیگر گفته شده است که واقعا نیاگان پرشرف ما همین گونه خصلت ها و خصوصیت ها را دارا بودند. بله. دلیل روشن تاریخی بودن دولتداری پیشدادیان و کیانیان این شهرها می باشند که آنها آباد کردند، بله. زندگی کردند و در آنجا حکمرانی کردند. خوب، در شاهنامه اولین شهری که یاد می شود بنیاد می شود این شهری هست که بلخ نام دارد. بله. و در دیگر تاریخ ها از جمله در تاریخ تبری، در غوره روسییر و دیگر اثرها گفته می شود که بلخ را کیومرث بنیاد کرد. هرچند که نسبت کیومرث در دیگر اثرها بسیار لحظه های واقعا اساطیری به نظر می رسد، اما در شاهنامه کیومرث یک شاه واقعی است. جستجو کردیم، پژوهش کردیم. بلخی که در شمال افغانستان است همگی تاریخ 2600 ساله دارد. بله. ولی بلخی که کیومرث بنیاد کرد مادر شهرها نام دارد. ببینید سرازم که تاریخ 5500 ساله یا زیادتر از آن دارد مادر شهرها نیست. بله. نام ندارد، ولی بلخ مادر شهرها که نام دارد، یعنی این بلخ بودن نمیتواند. رزم 12 رخ نام دارد. از اون طرف از طرف چاچ یا تاشکند لشکری توران می آید، از این طرف لشکری ایران می آید در دشت کانی بودان و در میان آنها شهر بلخ ایستاده است. این یک دلیل. وقتی که سیاوش با جنگ افراسیاب می رود همین گونه در همون منطقه در میان این دو لشکر شهر بلخ می ماند ایستاده است. و سوم دلیل این است که در ادبیات چینی باستان، در تاریخنامه های چینی باستان در غرب وادی فرغانه شهر با نام باخن و باخنن ذکر می شود که موافق پژوهش های ما این همون بلخ کهن است. و جایگاه آن بسیار دقیق گفته شده است، یعنی از اونجا تا شهر تاشکند تقریبا 500 لی، تا استروشن تقریبا 350 لی و تا کوههای پیازی 500 لی. یعنی ما این سه نقطه را وقتی پیوست میکنیم در قسمت امروزه جایی که بحر تاجیک واقع گشته است همون شهر معلوم می شود. کوهی که در سمت شمالی وادی فرغانه واقع گشته است با نام قورمه یا که شاخه غربی قطار کوه تیانشان، موافق بسیار دلیل ها با اون کوه دماوند نسبت میگیرد که در اثرهای آریایی ذکر شده است. و کوه دماوندی که در ایران امروزه هست مثل دیگر نامهای جغرافی ایران باستان نامهای کوچیده و دویم هستند. و
میگوید که کیومرث در دامن دماوند نشست و گریان شد و کشنده پسر خود را از خداوند پرسید که کی پسر مرا کشته است. یعنی اگر این دماوند و این بلخ پهلوی هم نمیشدند این واقعه گفته نمیشد. و همین بلخ بود که تا زمان جمشید پایتخت شاهان دولت پیشدادیان بود. پسران کیومرث و دیگر شاهان در اینجا حکم روایی کردند و بعد از آن آخرین شاهی که در بلخ حکمرانی کرد جمشید بود. و وقتی که ضحاک به سر تخت آمد، ما در این باره صحبت ها داشتیم، ضحاک پایتخت خود را به شهر بابر نام شهری برد. بابر که در ادبیات های گوناگون به شهر باویل، باول، بابر، بابر و غیره نامبر می شود و موافق پژوهش و تحقیقات ما این شهر به شهرک باب امروز که در وادی فرغانه در ولایت نمنگان واقع گشته است عینیت میگیرد. واقعا همون شهری که پایتخت ضحاک بود همین باب امروزه است که بعدها پژوهشگران شاهنامه و تاریخ آریایی ها آن را به بابلی که در عراق واقع است به اون عینیت دادند و ضحاک را شاه عربی گمان کردند و گفتند که از عربستان آمد اینجا شاه شد. ولی واقعیت این خیلی نیست و موافق نوشته های تاریخ طبری و دیگرها ضحاک از شرق ایران باستان آمد. یعنی اگر ایران امروزه را هم ما ایرانی باستان بگوییم، ضحاک اگر از عربستان آمد باید از غرب آمده باشد. ولی اینجا ضحاک از شرق آمد و در باب مسکن فرمایی کرد، پادشاه شد و این دویم پایتخت ایران باستان محسوب می شود. استاد همین شهر باب وقتی که مثلا ضحاک این شهر را همچون پایتخت انتخاب کرد شهری بزرگ بود؟ بعضی ها شبهه میکنند که اگر این پایتخت هایی که ما میگوییم، ما وقتی پایتخت میگوییم یک شهرها و قلعه های شهامت خاصه داشته باشه به نظر میرسد. ولی اون پایتخت هایی که ما امروز صحبت میکنیم امروز واقعا یک دهه عادی تاجیکی هستند. و سبب چیست؟ یک مثال میاریم. ما اکثرا شهر سرزم امروزه را دیدیم که از تگ خاک اونا بیرون کردند و دیوارهای گلی و خشتهای گلی دارد. و اگر همین شهر سرزم زیر خاک نمیماند آیا اون دیوارها و خشتهای گلی در طی 5000 سال باقی میماندند؟ نمیماند. البته نه. از همین لحاظ در تمام 4000 سال، 5000 سال یا 6000 سالی که این شهرها بنیاد شده بودند، طور حکیم فردوسی میگوید بناهای آباد گردد خراب، زیباران و از تابش آفتاب. البته اون اسلوب شهرسازی اون دوران همون گونه بود که امروز سرزم نمونه عیانی آن هست. و از همین لحاظ در طی این سالیان دراز این شهرها از بین رفتند، خراب شدند و امروز جز یک دهه در جای آنها باقی نمانده است. و البته در زمان خود شهرهای خاصی همان زمان بودند و شاید قصرهای شاهان، دربار شاهان به یک طور قصرمانند ساخته شده بودند، اما آنها هم متاسفانه از بین رفتند و ما شاهد آن هستیم که در سالهای 70 و 80 عصر گذشته باقی مانده بعضی قلعه ها حتی مردم خشت‌های آنها را کندند، خشتی خانه خود کردند. بعضی قلعه ها، خرابه های قلعه ها را با تراکتور هموار کرده برای آن کشتی پخته کردند و بسیار متاسفانه یادگاری های تاریخی گذشتگان ما از بین رفت. و حکیم فردوسی میگوید که ز آمل گذر سوی تمیشه کرد، نشست اندران نامور بیشه کرد. کجا در جهان کاس خوانی همه، جز این نیز نامش ندانی همه. ز آمل گذر سوی تمیشه کرد.
یاز یک شهر آمول است در ساحل جیهون و در ایران، اما در بندهیشان آمی نام شهری در ولایت نمنگان ذکر می شود در سوخت که این آمی همون آمول است. زی آمول گذر سوی تمیشه کرد. تمیشه حالا با نام تماشا در ولایت بادکنتی جمهوری قرقیزستان واقع گشته است و این دهه نیز مثل یک دهه مقرری است، اما در زمانش پایتخت کشوری فریدون بود و تا زمان فقط در زمان حکمرانی فریدون و دلیل های زیادی هستند که این چیز را ثابت میکنند. مثلا زی آمل گذر سوی تمیشه کرد، آمل از اون طرف رودی سیحون است، تمیشه از این طرف، یعنی گذر سوی تمیشه کرد. یا که وقتی منوچهر لشکر سلم را شکست میدهد و گمان میرود که گیلانی که امروز در ولایت قشقدریا واقع گشته است اگر سهو نکنم یا در سرخاندریا باشد، در همون جا سلم را شکست میدهد و به قتل میرساند و سربازان سلم به سوی پایتخت فریدون به سوی تمیشه می آیند، به سوی ساری می آیند، یعنی بپیوندند، پیوست می شوند، تسلیم می شوند. و حکیم فردوسی می گوید که زی دریای گیلان برآمد سپاه، دمادم به ساری گرفتند راه. ساری این سوخت ساری، تخلص دیگری سوخت است، سوخت ساری که در وادی فرغانه واقع بود همون دوران. و اکنون در زمان فریدون که ایران باستان به قسمت ها جدا شد، به ایران و توران جدا شد و هم تمیشه و هم بلخ در مرز ایران و توران واقع گشته بودند. از دریای سیحون اون طرف مرز توران بود، این طرف مرز ایران بود و طوری گفتیم بلخ همیشه در میان این دو کشور میموند. سرباز میموند. برای همین پایتخت باید که از حدود مرزی باید به درونتر کشور باشد، کشانده میشد. از همین جاست که در زمان شاهان بعدی کیقوباد، کیخسرو، لهراسپ و گشتاسپ شهرهای پایتخت‌های ایران باستان دیگر شدند. کجا شدند؟ و وقتی ما پژوهش کردیم عیناً در همین مسافه که تقریباً 350-400 کیلومتر را در بر میگیرد، شهر در شاهنامه گفته شده است که استخر، یعنی کیخسرو پایتخت خود را در استخر انتخاب کرده بود و وقتی که ما پژوهش میکنیم همین گونه شهر بسیار مانند، هم از لحاظ نام مانند و هم از لحاظ موقعیت و دیگر خصوصیات، استرخ نام دهه در ناحیه ونج آشکار می شود، وجود دارد که با بسیار دلیل ها استرخی یا استرخ شاهنامه همین استرخ ناحیه ونج بود. لهراسپ نیز در وقتهای اول استخر را پایتخت انتخاب میکند و در آنجا بود و باش میکند و در عین زمان در استخر استاده شهر را با نام بلخ بنیاد میکند. این البته در شاهنامه ذکر نمی شود، ولی در اوستا و دیگر شهرها و دیگر کتاب‌های دیگر ذکر می شود که لهراسپ به بنیاد شهر با نام بلخ آغاز میکند و استخر شاهنامه بلخی که لهراسپ با بنیادش آغاز میکند و ایرانویژ به همدیگر بسیار نزدیک هستند. ولی اگر ما استخری که امروز در پارس است، در ایران است، اون را به نظر گیریم، با بلخی که امروز در شمال افغانستان است 2500 کیلومتر مسافت دارد. هیچ امکان نداشت که لهراسپ در اون استخر ایستاده این بلخی که در افغانستان است به بنیاد یا بازسازی این بلخ مشغول شده باشد. از این لحاظ وقتی که استرخی در ناحیه 5 بودگی و بلخی که امروز در 20 کیلومتری ناحیه لخش واقع گشته است مقایسه میکنیم،
بسیار موافق میآید و گوشتاسپ نیز کار پدرش را ادامه میدهد و پایتخت اصلی خود شهر بلخ را انتخاب میکند و هنگام بنیاد شهر بلخ هر زمان به ایرانویج رفته نیایش میکند، دعا میکند. بله. که ایرانویج طور ما در صحبت‌های گذشته گفته بودیم این وادی آلای و وادی لخش است که از شهرک بلخ امروزی که یک دهه هست تقریبا 40-50 کیلومتر مسافت دارد و امکان هر زمان رفتن نیایش کردن و دعا کردن در این مسافت امکان دارد. این است که بلخی که امروز در ناحیه لخش است یگانه گذرگاه هست به وادی فرغانه. وادی فرغانه این سرزمین‌های ایران باستان بودند و از این طریق بلخ هم به وادی فرغانه رفت و آمد امکان داشت، هم به قسمت جنوبی ایران باستان یعنی به سرزمین‌های بدخشان و ختلان امروزه و در نزدیکی شهرک جرگتال یک گذرگاه هست که تنها با واسطه همین گذرگاه از وادی فرغانه به جنوب به ختلان و بدخشان امکانی رفتن هست و اینجا یک پل بود. یک پل بود که همون یگانه راهی از شمال به جنوب و از جنوب به شمال گذشتن مردم بود و کیخسرو آن همین پل را میگوید که نگاه کن که ویران نشود. بین همین شهرهای بزرگ استادگان راهی معین وجود داشت، چون که ما مثلا بلخ قدیم را گفتیم در بحر تاجیک و این بلخ نو را گفتیم در لخش امروزه. بله. یگان راههای عمومی که مثلا تقریبا اینها را به هم پیوست میکرد وجود داشت. البته بدون راه نمیشد. همیشه راهها میان این شهرها واقع گشته بودند و مثلا گفتیم که از دهه لخش امروزه ناحیه دهه بلخ ناحیه لخش یگانه راهی هست که از طریق عقبه به وادی فرغانه طریق کوههای بلند گذرگاه هست. دیگر طرف بسیار مشکل است، حتی امکان گذشتن نیست و از استرخی که پایتخت کیخسرو بود راهی هست که از طریق عقبه و از طریق ناحیه لخش به وادی فرغانه میبرد. البته به موجود بودن چنین راهها امکان مناسبت‌های گوناگون بین شهرهای بزرگ محل‌های گوناگون نیست. معین نمودن مثلا منطقه ایرانویج بحث‌ها خیلی زیاد است. کدام دلیل‌ها استاد یک عامل اساسی حساب می‌شوند تا ما هم منطقه را همچون مکان ایرانویج قبول کنیم؟ بسیار عالمان گفتند ایرانویج اینجا است یا اونجا است ولی هیچ دلیلی نآوردند و ما 33 دلیل ایرانویج را پیدا کردیم که یکی اینکه ایرانویج با توران هم سرحد است. وادی آلای با اون طرف با جمهوری غرب جمهوری چین که در شمال سرزمین‌های توران بود هم سرحد است. دیو اینکه با شهر بلخ نزدیک است گفتیم. سوم اینکه با زادگاه زردشت نزدیک است، 3 روزه راه است. ما در این باره صحبت امکان شد صحبت خواهیم کرد که از زادگاه زردشت تا ایرانویج 3 روزه راه 90 کیلومتر است یا 80 کیلومتر است. دیگر دلیل این که با کوه البرز نزدیک است که این کوه البرز قلعه اسماعیلی سامانی امروزه هست و ارزرگری و دیومین کوهی که در ایرانویج است با کوه البرز نزدیک است که این قلعه امروزه به نام ابوعلی ابن سینا هست و اون چنواد پلی که از بالای ارزرگری و با کوه البرز کشیده شده بود در اینجا موافق می آید. و دلیل از همه اساسیش که در ادبیات آریا هندی آریاورت نام سرزمین ذکر می شود که عالمان آن را به شمال هندوستان امروزه منسوب دانستند ولی همون آریاورت آریا هندی نیز همین ایرانویج امروزه است و خیلی دلیل های زیاد اگر شاید امکان شاید ما یک صحبت علاقه هم در این مسئله کردن ممکن است داشته باشیم و این جزئیات مثلا امروز همه میگویند که شرق آسیای میانه
ایران و توران و اون طرف چیزی نمیگویند. بله. ولی از جزئیات ما درک میکنیم، میفهمیم که ایران باستان کجا بود، توران باستان کجا بود و این چیزهایی که ما گفتیم اینها جزئیات هم حساب شوند، ولی برای ثابت نمودن موقعیت عمومی ایران باستان بسیار نقش مهم اجرا میکنند. ما باید خوب درک کرده باشیم که مثلا این قهرمانی ها در کجا صورت گرفتند و گذشتگان ما در کدام شهرها زندگی کردند، کدام شهرها را آباد کردند و چی تاریخ و تمدنی در خود داشتند و البته دایر به آن بعضی پلوهای ناروشنی که مثلا تا به امروز در علم تاریخ شناسی جای دارد، ما در صحبت‌های بعدی خواهیم برای بیننده معلومات داد. اینجا میرسیم به فرجام صحبت و برای آنی که وقت گفته به صحبت ما آمدید از شما منتظر هستیم. خب بینندگان عزیز، خاطر رسان میکنیم که در صحبت ما بودن شاعری خلقی تاجیکستان محترم هاتم و ما صحبت داشتیم پیرامون پایتخت و شهرهای کلان ایران باستان. تا صحبت دیگر شاد بمانید.